کنج اونجایی؟ شنیدم یه جاکش کس قیمت مناسب سراغ داره. برو بیارش. اطاعت سرورم. این مرد همون کسکشه. کسموس چی داری؟ بزنیم توش. قربان یه مورد خیلی اوکازیون براتون سراغ دارم. کلوچه لبماتیکی ساعتی 500 بخواد شب بمونه 2 تومن میگیره. شغال من میخوام کس بکنم. ماشین که نمیخوام بخرم ازت. قربان دلار کشیده بالا، اینا هم ارزون نمیکشن پایین. منو ببخشین اما یه پیرزال 50 تومنی براتون سراغ دارم. 50 خوبه، برام بیارش. بنی قربان. امپراتور، دهن همتونو گاییدم. چرا صورتتون اینقدر کیری شده؟ دیشب همین که لبامو رو لبه هاش گذاشتم مزه ترشی میداد. به بای اومده بود. شما هم شنیدین که امپراتور زیگیل کسه پیر گرفته؟ من شنیدم که از پیشونیشون یه چیزی شبیه کیر در اومده. بله من هم همینو شنیدم. اما امپراتور چطور نمیدونستن اگه بخوان حتی یک ماده خراب بکنن باید بیشتر از این حرفا هزینه بکنن؟